سلام سلام. خب بچه‌ها، من یه بسته از ریکالا گرفتم، خواستم که با هم آنباکسش کنیم. بریم ببینیم چیا گرفتم. اولین چیزی که داخلش بود یه پک ستای برق لب دراگون بود. من خیلی دوستش داشتم، 3 تا رنگ متفاوت داره. همونطور که مشاهده می‌کنین هیچ کدوم از رنگاشون شبیه هم نیستن، با هم فرق می‌کنن. یکیشون شاین طلایی داشت، یکیشون شاین صورتی خیلی ملایم و یکیشون شاین نقره‌ای داشت. خرید بعدی من یه مداد لب باربین بود. فکر می‌کنم شماره 4. خیلی خوش رنگه و روغنی، من خوشم اومد. بعدیش هم من یه کتاب گرفتم. من خب به کتاب علاقه زیادی دارم و این کتابم تعریفش رو خیلی شنیده بودم. و 2 تا کتاب یعنی استانبول گرفتم. دوست داشتم که شروع کنم آموزش زبان ترکی رو. خب من چند سالی هست که فیلم‌های ترکی رو با زیرنویس می‌بینم، اشتباه گفتم. و خب تا یه جایی پیشرفت کردم و خب متوجه شدم که خیلی بهش علاقه دارم. تصمیم گرفتم که شروع کنم. همین بود بستگی من. ممنون میشم که حمایت کنید.